زیاده از 10 تا هم کمتر کشته شد. اما از لحاظ از طرف خوارج باشد همگان کشته شدن غیر از 10 نفر. پس این خلاصه اولی کار خوارج است، اولی قصه آنها است. خب بعد از آن بعضی از آنهایی که در این سو و آن سو بودن به آنها که رأیشان مائل بود پیوست شدند و در زمان خلافت حضرت علی خود را پنهان کرده که در داخل آنها عبدالرحمن ابن ملجم قاتل حضرت علی بود، آن هم وجود داشت. بعد از آنی که حضرت علی در نماز بامداد داخل مسجد بودند، در آن وقت چی کرد؟ عبدالرحمن ابن ملجم که در داخل همان خوارج بود حضرت علی را کشت. بعد از آن هنگامی که صلح بین حسن فرزند علی نبیره پیامبر صلی الله علیه و سلم با همراهی معاویه واقع شد، باز یک طایفه از آنها که در مکان در شام النجیل نام داشت چی کردند؟ در آنجا باز خود را کناره‌گیری کردند و باز در زمان زیاد ابن حرب و فرزندش عبیدالله در عراق در تمام زمان مدت خلافت حضرت معاویه و فرزندش یزید در آن وقتها چی بودند؟ پنهان بودند. و زیاد و فرزندش باشد یک جماعت از آنها را از بین برد، یک گروهش را به قتل رساند، یک گروه دیگرش را حبس کرد، حبس طولانی. وقتی که یزید وفات کرد باز تفریقه شد، خلافت در عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه به دست آمد. بسیار از سرزمین ها و دیارها به او بیعت کردند و اطاعت کردند عبدالله ابن زبیر صحابه بزرگ را، مگر بعضی از اهل شام مروان ابن حکم و مانند اینها دعوای خلافت کردند و جمیع اهل شام را و مصر را و غیرها را چه کردند؟ باز گرفتند. پس در همین هنگام خوارج در عراق با سرداری نافع ابن ازرق پیدا شد و در یمامه نجده ابن عامر. نجده بر معتقد خوارج در عقیده خوارج است و کسی که بر ضد مسلمان ها جنگ نکند او کافر میداند. کسی که همراه آنان شده بر ضد کافرها جنگ کند، بر ضد مسلمانان جنگ کند، مسلمان است. اگر کسی که بر ضد مسلمان جنگ نکند او کافر میگفت، گرچنده که در عقیده آنها باشد هم. و باز بلا به شدت گرفت و در عقیده فاسدشان باز وسعت پیدا کرد و این عقیدهشان این است که زیناکار نکاح دیده را سنگسار کردنش را انکار کردند، باطل گفتند. یعنی آنی که در قرآن نیست ما قبول نمیکنیم گفتند. یعنی اینکه در حدیث صحیح آمده است که زیناکار نکاح دیده را بعد اثبات و بعد که خود از زیناکار اثبات میکند و یا اینکه اقرار میکند و یا اینکه شاهدها چه کردن؟ آنها انکار کردن، گفتن که نه، یعنی در زدن در زیناکار وجود دارد در قرآن، اما در مسئله سنگسار کردن باشد گفتن نه. در مسئله سنگسار کردن آنها گفتن نه، این سنگسار کردن را ما قبول نمیکنیم. پس باز عقیده دیگرشان این است که دست دوز را از زیر کتف میبریدند. دست دوز را از زیر کتف میبریدند و نماز بر زنی که اون حیض شده است، عادت ماهینه را دیده است، در حال حیض از نماز خواندن فرض میدونستند.
کسی که امر معروف و نهی منکر را ترک میکند او را کافر میدانستند اگر قادر باشد، و اگر قادر نباشد گناه کبیره دارد میگفتند. ببینید عقیده هایشان را. امر معروف و نهی منکر را کسی ترک کند کافر است. و باز در عقیدهشان این است که کسی که گناه کبیره است مثل دزدی و زنا و عرق و قمار و ربا و اینها، او را حکم میکردن بر کفر، میگفتن او کافر است. اهل ذمه از آنها نجات میافت، اما اهل اسلام از آنها نجات نمیافت. اهل اسلام را به قتل میرساندند، کنیز میگرفتند، مالهایشان را میدزدیدند و غیرها. و بعضیشان بدون اینکه پیشکی دعوت کند اجرا میکردند، و بعضیشان باشد اول دعوت میکردند و بعد اجرا میکردند. و باز بلایشان، فسادشان باز اوج گرفت تا آن زمانی که محلب ابن ابی صفره امر کرده شد، آنی که امیر کرده شد بر قتال آنها عزم و قصد کرد، حتی تا آن زمانی که بر بالای آنها غالب شد. قتال را بر ضد خوارج ترک نکرد و تا آن زمانی که دیگر جماعتشان کم شدند و تا آن زمانی که در طول زمان دولت اموی، در دولت اموی و در زمان اول خلافت عباسی، طایفه آنها در مغرب و همچنین طایفه آنها در مغرب که در آن طایفه آنها در شام و طایفه آنها در عراق و طایفه آنها در بعضی از دیگر دولت‌ها تقسیم شدند. و در این بابت البته علمای اهل سنت ابی مخنف و لوط ابن یحیی کتاب نوشت و امام تبری در تاریخش و همچنین امام حیثم ابن عدی و محمد ابن قدامه جوهری و غیرها، یکی از شیخ‌های بخاری است در غیر صحیح بخاری و غیرها، که کتاب در این قصه خوارج نوشتند. و در آخر درس امروزه بیان میکنیم که الخوارج صنفان، خوارج دو گروه میشد. گروه اولش عثمان و علی و اصحاب جمل و صفین، یعنی طلحه و عبید الله و حضرت عایشه مادرم و غیرها، حضرت علی و این طرف شام، در شام حضرت معاویه، عمرو بن عاص و غیرها، یعنی جمیع این صحابه ها را که نزاع در بینشان افتاده بود، همه آنها را کسانی که راضی شدند بر حکم و در حکم قرار دادن، نماینده از این گروه نماینده از این گروه، و در بین خود نزاع را برای حل کردن گذاشته بودند، همه آنها را کافر می‌دانند. اما دویم گروهش باشد کسی که گناه کبیره را مرتکب شود، او کافر است، ابدالابد در دوزخ باقی میماند. این طور اعتقاد دارند. و بعضی از علما میگویند که گروه اول از گروه دوم است. چرا؟ اینکه اول با گناه کبیره تکفیر کردند و بعد اهل جمل و اهل صفین و حضرت معاویه و حضرت علی و عثمان و غیرها را چی کردند؟ تکفیر کردند. و امام ابن حزم اندلسی میگوید که نجده ابن عامر از سردار خوارج میگفت که کسی که اگر گناه صغیره را اجرا کند، غیر آتش دوزخ با دیگر راه عذاب داده می شود. عذب بغیر النار ومن ادمن على صغيرة فهو كالمرتكب الكبيرة في التخليد في النار. و کسی گناه صغیره را بر دوام اجرا کند، مثل اجرا کننده گناه کبیره است و او در دوزخ ابدالابد باقی میماند. این طور عقیده داشتند. و باز ابن حزم میگوید که شخصانی بودند که عقیده فاسدشان باز غلوتر از این را داشتند، فاسدتر از این عقیده. نماز پنجگانه را یک گروه خوارج انکار میکردند و میگفتند که
فرض همین است که یک در صبح و یک نماز در همونم در شام، یعنی در صبح و شام، در صبح یک نماز، در شام یک نماز. چرا اینکه در قرآن 5 وقت نماز نامگیر نشده است، در سنت آمده است. پس آنی که در قرآن است آن را اجرا میکنه. نعوذ بالله حتی 5 وقت نماز برای آنها قابل قبول نبود، چرا اینکه در قرآن نیست. یک نماز در صبح و یک نماز در شام. و بعضی از آنها از همین اتباع نجده ابن عامر نکاح دختری فرزند و دختری برادر و دختری خواهر را اجازت می‌دانستند، در حالی که حرام است. و همچنین سوره یوسف در قرآن بودنش را انکار می‌کردند. ابن حجر، حالا همین سخن‌های ابن حجر عسقلانی در فتح الباری است. به سبب اینکه سوره یوسف گویا که درباره عشق و محبت و اینها است، از همین سبب نعوذ بالله با این فهم فاسدشان این طور برداشت می‌کردند و میگفتند کسی که لا اله الا الله گوید او مؤمن است در نزد الله، اگرچه عقیده کفر داشته باشد با قلبش. یعنی این طور بود. ابو منصور بغدادی در مقالات می‌آورد که خوارج زیاده از 20 فرقه هستند. ابن حزم میگوید که بدترین آنها انمان اتباع نجده ابن عامر از خوارج هستند. پس تا اینجا که ما خوارج و چرا که گفتیم فرقه هاشون در اینجا حتی تا 20 نفر تا 20 گروه از فرقه هاشون هست. از کلانترین فرقه های آنها محکمه، ازارقه، نجدات، بحیثیه، عجارده، ثعالبه، الاباضیه و صفریه و غیره که فرع هایشون هست که امام شهرستانی در کتاب الملل و النحل می آید. محکمه آنانه که بر ضد علی رضی الله عنه خارج شدند و تحکیم، حکم قرار دادن بین معاویه و علی به این چی راضی نبودند. آنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث خبر داده بودند که انهم یخرجون علی حین فرقه من الناس و سیقاتلهم اول الطائفتین بالحق. این حقیقت در این هنگام در تاریخ این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم عملی شده است. در کدام وقت؟ در همون زمانی که در زمان علی رضی الله عنه خارج شد، در هنگامی که انسانها در فرقه هستند، در لفظ حدیثی دیگر در صحیح مسلم در 2 گروه هستند، در همان زمان خروج میکنند خوارج و اولاترین طایفه بر حق بر ضد آنها می جنگد. اولاترین طایفه به یگان شک در بین اختلاف معاویه و علی رضی الله عنهما، الله از همه آنها راضی باشد، این حضرت علی بود بر حق. با وجود همین هم پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ پیش از این واقعه شدنش گفته بودند که گروهی که اولاترین بر حق است آن 2 طایفه که اول الطائفتین، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم این واقعیتی که بین علی و معاویه شد آن را در نظر داشتند. حقیقتا آنها 2 طایفه بودند و طایفه نزدیک بر حق این علی بود و حقیقتا علی رضی الله عنه بر ضد خوارج جنگ کردند. اولین گروهی که بر جماعت و بر خلافت و بر ضد دولت اسلامی خارج کرد این همونها بودند و در داخل آنها ذوالثدیه که در لفظ حدیث باز می آید در درس آینده ان شاء الله، یک مرد سیاه پوسته که موشک های دستش مثل بند دلی زنها است گفتند. در حدیث آمده است. پس در این هنگام حضرت علی آن را کافتکاو کردند و حقیقتا بعد شکست دادن خوارج یافتند از جسد کشته شدگان مردی هست که سیاه پوست است و موشک های دستش چی است؟ به مثل کلانی و بزرگیش به مثل بند دل زنها است. و بعد از آن ببینید که حضرت علی با وجود اینکه حدیث های خوارج زیادش را خود حضرت علی روایت کردند،
و در زمانشان صفتها را تحقیق کردند. حتی آن همون نفری که ذو السدیه بود آن را دریافتند و بعد مطمئن شدند. و ازارقه فرقه است که اصحاب نافع ابن ازرق حنفی است، یعنی از بنی حنیفه است، از قبیله بنی حنیفه. این از بصره خارج شده است و شدیدترین غلو را ازارقه دارند، اجتهادات غریب و عجیب دارند و این فرقه هم از بین رفته است. و نجدات اتباع نجده ابن عامر که در یمامه خارج شده است، یا اینکه عذریه میگن، برای اینکه آنها بسیار در جهلها در احکام فروع حکم کردند، عذر بدادند. بوحیسیه اتباع ابی بوحیس الهیثم ابن جابر در محبس گذاشته شد و کشته شد با امر ولید ابن عبدالملک. عجارده اتباع عبدالکریم ابن عجرد که در خراسان بودن اینها. ثعالبه اصحاب ثعلبه ابن عامر بود. اباضیه اتباع عبدالله ابن اباض التمیمی در یمامه بودن، آنهایی که خارج شدن در روزهای خلافت مروان ابن محمد. و بعضی ها که در عمان و در مغرب و در اندلس و غیرها وجود داشتن. اما صفریه که زیادیه نام میکنن اتباع زیاد ابن اصفر هستن، در مغرب و در آن طرف ها چه کردن؟ ظهور کردن و در آنها حتی چه بود؟ جماعت بزرگی بود. پس این لقب ها و یا نام هایی که ما در اینجا گفته گذاشتیم برای ما بیان کرد که خوارج کی ها هستند و چه تاریخ دارند. و انشاءالله که در درسی آینده انشاءالله که ادامه این درس را که حکم خوارج در نزد علما چه است، علما چه حکم کردند، آیا خوارج کافر است یا فاسق است، و در این مسئله انشاءالله صحبت میکنیم. و همچنین صفات خوارج که در حدیث صحیح وارد شده است آن را بیان میکنیم تا اینکه معلومات کامل از خوارج پیدا کرده باشیم، از باب اینکه از آنها باخبر شویم و از باب اینکه به دولت اسلامی آیا این صفات ها مناسب است یا نه. و در آخر دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی همه ما را موفق گرداند و ان شاء الله که درس ما ادامه دارد.